سفرها کردم به هر نقطه ای از ایران زیبا. به هر بار به خونه برگشتم، زادگاهم، دریای کاسپین، جنگل هیرکانی، مردمان خوشبخت و شادمان و پهلوان‌های قدرتمند. اما من میخوام عمیق‌تر بشم، با اکتشافات در روستاهای زیبا و شهرهای پر از ریتم، بخشهای قدیم و جدیدش، پرشور، موزیکال و دراماتیک. جایی که ارتفاع مهمه، جایی که تصورات و تخیلات در هم آمیخته میشن. پس به من بپیوندید. سفر میکنیم از دل کوها، زوزه کشان، از دریا گذر میکنیم، به تاریخ اسرارآمیزش، به دنبال روشنگری. همچنان در اوج. امیدوارم این سفر برای شما همونقدر لذت بخش باشه که برای من بوده. مازندران، قلمرو رویای سپید. در این برنامه به 3000 افسونگر سفر می کنم. مقصدم روستای مران در بالادست‌ترین نقطه شهرستان تونکابونه. جاده 3000 در ادامه جاده 2000 که از تونکابون آغاز میشه قرار گرفته. منطقه 3000 مانند دیگر مناطق جنگلی شمال ایران از نظر آب و هوا نظیر نداره. آب و هوای مطبوع، معتدل و مرطوب این منطقه یکی از دلایل محبوبیت اون در میون گردشگراست. اما چیزی که این روزها به چهره زیبای 3000 خدشه وارد کرده، احداث معادن و صدور مجوز برداشت شن و ماسه در جنگل‌های هیرکانیه. سهزار بلندای افسونگر. 13 سال قبل در این قسمت وقتی گذر کردیم هیچ آسیبی در طبیعت ندیده بودیم. بعد چند سال که اومدیم گفتن طرح توسعه اومده به 3000. این از توسعه ما. چند تا 3000 داره ایران؟ یه دونه. با دست خودمون داریم تخریبش میکنیم. بدون کارشناسی معادنی رو در اینجا زدیم. این از شستشوی ماسه های ما در دل کوههای 3000 و این وضعیت 3000. مسیر رو میری، تنها چیزی که نمیبینی لذت خاک و کامیون و غارت در ارتفاعات 3000. منطقه 3000 از توابع بخش کوهستان می باشه که اینجا روستای سرن و شهرستان و درجان است و این ورم روستای مرانه. اینجا ما معضلاتی از قبیل معادن شن و ماسه است که اینجا برای مردم ما مشکل ایجاد کرد. محمود شلفی از بومیان این منطقه توضیحاتی بهم میده. 15 ساله یه معدن دیگه هم حدود 4-5 سال است که اینجا داره فعالیت میکنه. این باعث میشه که اینجا این کشاورزی، محصولات کشاورزی ما لوبیا و دیگه بگم این محصولات از بین بره، دیگه آفت بگیره. این خاک اذیتشون کرده، مردم اذیت میشن، مشکل زیست محیطی ایجاد کرده. ما از مسئولین انتظار داریم که به جای اینکه به فکر احداث معادن شن و ماسه باشن، به فکر توسعه گردشگری باشن، بومیگردی بزنن، دیگه بگم جوانای اینجا مشغول بشن. ما مخالف معدن نیستیم، ما هم دوست داریم معدن دار فعالیت کنه، منتها مشکلات زیست محیطیش حل کنن. تو این روستا حداقل مدرسه‌ای، دیگه بگم خانه بهداشتی، چیزی تأسیس کنن که مردم بتونن استفاده کنن و مهاجرت به شهر نداشته باشن، مهاجرت معکوس به روستا داشته باشن. در ادامه سفرم
خستگی راه سخت گذر به تنم میشینه و چرتکی میزنم. ای بابا اقلی بیدار شدی؟ آره ایزن یه چرت زدم دارن رانندگی فکر نمیرم که این دست انداز تو پیکان بتونم بخوابم یا زیاد خسته بودم یا تو رانندگی کرده. آره خسته بودی نه؟ رانندگی من که خوب نیست. نه هر دو با همه. من خسته بودم رانندگی میگم تو مسیر 3000 چرا این همه معدن داره؟ معدن دیگه حیف این طبیعت، حیف این مسیر. اینقدر معدن اینجا داره که دیگه زندگی مردم رو نابود کرده اصلا. معادن، کارخانجات، کامیون، گرد و خاک. آخه منطقه 3000 حیفه، یه منطقه نایابه. حالا دیگه اصلا اومده اینجا کارخانه زده بدون مجوز دیگه اصلا. منو پایین دستم دیدم رود 3000 گلالوده، پرسیدم گفتم بالاتر دست آره معدن معدن ها رو دیدم تعجب کردم. بالاتر چند تا معدن؟ یه دونه لهچال زده اونجا، شبا که میشه لهچال خالی میکنه تو جاده تو راه. یعنی آب رودخونه رو آب رودخونه شبا حالا آب رودخونه 3000 با این شسته میشه، ماساژ میشوره. آره دیگه له که از شنماستره که میشوره شسته میکنه، از آب رودخونه استفاده میکنه. له که داره اون له که میریزه تو رودخونه شبا. چندین بار شورو دیار ما رو اومدن شبونه گرفتنشون ولی هیچ اثری نداشت. نه با اینکه خلافشون رو گرفتن خلافشون چندین بار مچشون هم گرفتن ولی هیچ. چرا به مقامات بالاتر نگفتن؟ مقامات بالاتر هم رفتن متاسفانه نمیدونیم حالا. یعنی معدن دستی تو کاره. آره گردن کلفته. اینجا روستای مرانه دیگه آقای خلیلی. شما برید یه دوری بزنی تو بالا روستا. من اینجا یه چرتکی میزنم تا شما. عالیه استراحت کن. به به رنگ درختان دارم پاییزی. با ورود به روستای مران اون چیزی که بیش از همه چشم نوازی میکنه خونه‌های سنگچین و خشتی قدیمی، کوچه‌های باریک و خاکی، باغ‌های سرسبز و مناظر زیبای اونه که همچون تابلوی نقاشیه که در برابر چشمامون قرار میگیره. بافت تاریخی مران بسیار با ارزشه. خونه‌های سنگچین با سقف تخت به خاطر ییلاقی بودنشه و شبیه ماسوله تمام خونه‌ها سقفشون تخته، چون در فصل سرد به جای بارش باران بیشتر برف میباره. مساله به کار رفته در ساخت خونه‌ها چوب و سنگه با روکش کاهگلی که برای تمیزی و نما از اون استفاده میکنن. البته نباید خاصیت عایق سرما و گرمای اون رو ندیده گرفت. چیزی که بسیار جالبه ارتفاع کم درب ورودی خونه هاست، گویا به خاطر در امان موندن از بادهای شدید و سرمای سخت زمستون این منطقه است که درها رو کوتاه می گرفتن. ظاهراً توی روستا کوچه آشتین کنون زیاده، چون قدیم وسیل نقلیه‌شون دام بوده دیگه، اسب و الاغ و مالرو اغلب. البته بافت روستای مران در سالهای گذشته منحصر به فردترین بافت روستای کوهستانی بود، اما با بی تدبیری مسئولین در طول 5 سال کلاً چهره روستا تغییر کرد و به یک روستا با معماری بی هویت بدل شد. در حالی که حفظ بافت تاریخی بسیار مهمه و دولت باید با ارائه تسهیلات کم بهره خونه‌های قدیمی روستا رو با ساختار سنتی بازسازی یا نوسازی کنه.
دیگه دیوارا رو چیز نمی‌کنی، اندود نمی‌کنی؟ گلکاری می‌کنی. به فصلش می‌کنی. قدیم بیشتر وقت با اجازه شما. بافت سنتی و بافت به اصطلاح مدرن بی هویت به راحتی هویت گذشته‌مون رو از دست میدیم. خیلی جالبه. ساختمون بیرو بافت قدیمش در مران. اوه چه جالبه، داره سقف رو اندود میکنه. بغلش هم یه ساختمون آهنی جدید داره ساخته میشه. سلام، خسته نباشید. سلامت باشی. به به. خوبی شما؟ کار گذشته رو داری ادامه میدی دیگه. بله، هم آفرین. بایستی باشه. این میراث فرنگی اجداد ماست، پدری ماست. آفرین به شما. آفرین. آره. من دیدم بغل دست داره تیراهن رفته بالا. البته مقاوم سازی خوبه، ولی در این حال همون سنت قدیممون رو بتونیم مقاوم بکنیم خیلی بهتره. درسته؟ این اگر باشه این بهتره. تو فصل زمستان ما اینجا سرما زیادی داریم. این باعث جلوگیری از سرما میشه. میتونیم بهتر زندگی کنیم. بهتر اون فکرهای قدیمی از مهندسای جدیدی بدون 100% بالاتر. چرا؟ چون طبیعت و اقلیم رو میشناختن. بله میدونستن بله. اینجا بله. برف زیاد میاد. بله. به همین خاطر من دیدم پنجره همه کوچولوئه، بعد همه با گل و چوب و سنگه. دیگه بلوک و آهن در کار نرفت. درسته؟ نه اگر بود این ناز بلوک و آهن اینا سرما رو بیشتر جذب میکنن. الان شما چه موادی داخلش ریختین؟ اما آب فعلا آب با خاکه. بعد از این بایستی کاه بزنیم، گل علک بزنیم، کاه بزنیم، روش بکشیم که محکم‌تر بشه. درسته. آره. که باران حالا اون باعث چسبندگی گل میشه. همون فرسودگی خاک نمیشه که باران بزنه، برف بزنه از بین بره. اون وقتی باران بیاد این خاک رو نمیبره. نه خیلی با اون سفتش میکنیم. اون سنگ اونجاست. آها، اون غلطک. آره، با اون غلطک اونو محکم آره. میکنید که آب نفوذ نکنه. ببین الان این بیل هم کار میکنه نمیبره. شما خاکی میگیرید که کمتر آب درش نفوذ کنه. مثلا بعضی از روستاها رفتم که خاکای رنگی به دیوار میوالیدن. آره اونم هست. مثل زردهش پایینش سفید، خاک سفید میمالن یا خاک زرد میمالن پایینش بالاش سفیده. میدونی من چقدر لذت میبرم از شمایی که طول سال زادگاهت باقی موندی، نرفتی سیگار فروش سر چهارراه شهرها بشی. نه اون میشه اختیار خودش میدادی دست اونا. دخترای من شما چطورین؟ مدرسه هم میرین دیگه؟ نه اینا دیگه. درس تا چند خوندی؟ 2 ترم دانشگاه رفتم. آفرین، 2 ترم دانشگاه رفتی. ببینید این دختر خوب من 2 ترم دانشگاه هم رفت. دوش پدرش داره کار گذشتگان رو ادامه میده. یعنی داره یاد میگیره چگونه باید گل رو درست کنه، چگونه سقف رو باید اندود کنه. درسته؟ اینا همه کار بلدن. دامداری من نباشم یه روز برم شهر کار داشته باشم دامداری میکنن. هر کاری بلدن. حالا صنایع دستی هم کارش هم هست. اینو میگن یک جوان روستایی، یه دختر روستایی که کار بلده. تنها این تو دستش نیست که ببینه چت کنم یا بازی کنم یا تماس بگیرم، عملی کار میکنه. خب دختر گل من چه رشته خوندی؟ رشته گرافیک. گرافیک؟ به 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 به. رشته گرافیک خودی هنرمندی پس. شما چی دختر من؟ کلاس 6 مدرسه همینجا ده. همینجا کلاس 6 دارید. آها. بقیه‌شو یه روستای دیگه باید بریم. نه باید بریم شهر. آها. چون اینا اینجا محصل کمه، معلم نمیاد راهنمایی. درسته. آره. ابتدایی تا 6 اینجا هست. آره. زمستون 90 خانوار 100 خانوار اینجا بودن. همه دامدار بودن. چرا رفتن خارج کردن دامداری رو؟ نه به خاطر دانش آموز. الان من دخترم اون الان ترک تحصیل کرد، جایی نداشتم برم. خب تعداد دانش آموز وقتی کم باشه آموز پرورش نمیتونه بفرسته. آره دیگه. درسته. مجبور میشم آقا دامو بفروشم زندگی اینجا ول کنم برم شهر. که اون وقت همه چیز از بین میره. همه چی. بیا نزدیکتر یه عکس بگیریم یادگاری بمونه. آقا خنده دیگه. حالا تو موقع شورا بودی بهت کمک نکرد، خنده رو بزن. بیا دوربینو بخندید.
اگر زیرساخت‌ها در مران و سایر روستاها فراهم بشه، شاهد اقتصادی پویا و پایدار در این مناطق خواهیم بود و مسلماً از مهاجرت به شهرها هم کاسته میشه. اینا دپوی کاه نیست، یعنی کاه و گنجه رو در اینجا نیومدن جمع آوری کنن. تماماً علف‌هایی هست که در این کوه در فصل بهار و تابستون رویش داره. اونها اینو جمع آوری میکنن چون گندم در اینجا کشته میشه و همین علف‌ها رو ذخیره میکنن برای زمستونشون، برای دامهاشون. کل علف‌ها پر داروهای گیاهیه. خوش بالوندام. عکسو گرفتی؟ مردمان روستای مران با وجود تمام مزیت‌ها و قابلیت‌هایی که روستاشون داره، از کمبود امکاناتی مانند مدرسه و خونه بهداشت رنج می‌برن. یک خونه یک کاملا روستایی. سلام مادر. حال شما چطوره؟ ببین شما الان تاریخ این روستا هستی ها، میدونی یا نه؟ میتونم بیام بالا؟ ببخشید منو. مزرعه لوبیا داری پس؟ لوبیاتو داری؟ جمع میکنی، آذوقه زمستونته. چقدر راحت بود نه؟ قدیما میرفت همین تو مزرعه کوچیکشون لوبیا بود، نخود بود، گندم بود، درسته؟ آره یونجه بود. یا گردو رو جمع میکردن و تو پاییز اینا رو انبار میکردن برای زمستونی که سرد بود. میدونی اصلا من اومدم این روستا آدمای قدیمی رو ببینم، خب دیدم که تنها کسی که تاریخی شمایی، دیدم خونت همون سبک قدیمه. سگت یه جا بسته، جای دامت مشخصه، آذوقت داری جمع میکنی. محصولات تو خوب بود؟ بله. راضی هستی از محصولاتت؟ آره. خوشکم شده خوبه؟ آره. آفتاب کمک کرده. اینو بعضی که از غلاف در آوردی باز دور آفتاب میدی نه؟ بله. گردو هم تازه ظاهرا جمع کردی. گردو آره. عجب لوبیای درشتیه، عالیه. پس راضی بودی امسال؟ بله. محصولات عمده این روستا لوبیا و گردو و سیبه. تازه شروع کردی؟ آره. برای فروش هم داری یا نه؟ برای آذوقه خودته؟ نه اون نصفه یا. نصفیه. زمین مال کستیگه است شما کاشتی؟ آره. اونی که صاحبش حتما شهره نه؟ آره. زحمت با دوش شما. بله. ماشاءالله. میبینم با دستات نشون بده به من. نشون بده. نشون میدی که اول گردو بعد از گردو اومدی لوبیا. حمام تاریخی مران متعلق به دوران قاجاریه و در حال حاضر مردم روستا از اون استفاده میکنن. بالاخره یه حمام خزانه‌ای که کار میکنه رو هم دیدیم. وای. از در و دیوارش پیداست که خیلی قدیمیه. واه چه بخاری داره. چقدر تنگ و تاریکه. عجب جالبه. خیلی از حموم‌های خزانه‌ای رو من در خیلی از جاهای ایران دیدم، اما به شکل مخروبه و یا کار نمی‌کرد. اما اینجا واقعاً دایره و قبل از من یه عده داخل حموم بودن، داشتن حموم می‌کردن. بخار اینجا احتیاج به سونا نداره. خیلی بخارش داغ واقعا این حموم داغه، بدن نرم میشه. روستایی‌ها به خاطر کار بدنی بالا نیاز به این حمومایی داشتن که این حموم هم کار سونا رو میکنه، هم کار استخر رو میکنه، هم کار جکوزی رو میکنه. این هم راه خزانش. گرما و بخارش واقعا عجیبه. بچه‌ها شما اهل جکوزی و سونا هستی، من میخوام با این خزانه دوشیه برم داخلش یه تنی به آب بزنم. میشه حولمو بیاری؟ حیف داخلش نری. بیشک وقتی یه روستا در دل کوههای 3000 قرار میگیره و آب و هوای اون هم بسیار عالیه، محصولات ارگانیک و با کیفیتی هم در اون نهفته است. روستای مران دارای باغ‌های گیلاس، فندق و گردوئه که اکثر درخت‌ها هم به صورت خودرو رویدن و یا توسط افرادی در سالهای بسیار دور، شاید بیش از 1 قرن پیش کاشته شده باشند.
سلام علیکم. خسته نباشید. خدا قوت. احوال شما؟ حال شما چطوره؟ شما خوبی؟ خدا برکت بده. سلامت باشید. ماشاءالله زحمت کشیدی. تشکر. مرسی. محصولت هم پرباره. شکر خدا. شکر خدا. بله. راضی بودی عمو؟ الحمدلله شکر. بله امسال خوب بود. روستای شما از قدیم لوبیا میکاشتید یا چند سال یه لوبیا میکنید؟ از قدیم میکاشتن مثلا کم. جدیداً بیشتر میکارن. قبلا سیب زمینی میکاشتن. درسته. جو گندم. من دیدم لوبیا ماشاءالله لوبیای درشتی هم هست. آره جدیداً این لوبیا دو نوعه. این نوع ریزشه. این الان دست من ریزشه؟ بله. این؟ نه این ریزشه. آره درشتش هم هست. منتها اونو ما میگیم کلاردشتی. الان در این مزرعه داری؟ داشتم چیدم یه خود بردم خونه. آره جمع بهش میگن لوبیا چیتی. آره لوبیا چیتی درسته. میگن چیتی. بله. این کشت رو برای مصرف زمستونته یا برای فروش هم دارید؟ برای فروش داشتیم دیگه تمام شد. حالا اینا رو برای زمستون استفاده میکنیم. برای زمستون. اینا مونده برای زمستون خودتون، برای آذوقه خودتونه. عالیه. برای زمستون چه چیزایی دیگه آذوقه پس انداز میکنید شما؟ پس انداز اینجا همین سیب زمینی و همین لوبیا و دیگه؟ بعد من بگم؟ گردو هست. ما اینجا گردو نداریم ولی همسایه های ما دارن. خدا برکت بده و حضرت. سلامت باشین. مرسی. ممنون. انشالله همیشه سلامت و تندرست باشید. اما با اجازهتون خسته نباشید. خواهش کنم قربان. خدا حافظ شما. خدا حافظ. بوی نون محلی میاد. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. احوال شما؟ بفرمایید. سلام علیکم. سلام. اجازه دارم بشینم؟ بفرمایید. اجازه با خودشه. ماشاءالله خدا برکت بده ان شاء الله. ماشاءالله این همه نون برای فروشه؟ برای خودمون. برای بچه‌ها نوات. اسم شما چیه؟ سلطنت مولا. سلطنت مولا. شما خانم؟ مینوی شعبان نجات. شما به همسایه اید با هم؟ آره هم فامیلیم هم همسایه. همون تو یاریه. یاری هستید با هم؟ چطور با هم میسازید؟ خیلی جالبه. خیلی خوب. 16 سال یه جا زندگی کردیم. همین خانه‌شون زندگی کردیم. ولی الان خونه ساختیم محل اون سر. جدا شدید. ولی 16 سال توی یه خونه با هم بودید. آره همیشه زمستون بهار. الان دیگه ما می‌بینیم تنگابا. چقدر بعد با هم این 16 سال دعوام کردید شده دیگه. نه اصلا مثل تا خواهر یکی اومد خونه ما اصلا فرق نداد که اما یاری ما خواهری. اینقدر صمیمی بودید. بازم هستیم فرقی نداره. آفرین به شما. ولی شما اینجا موندید نه؟ شما نرفتید پایین. نه ما اینجا هستیم. زمستان اینجا هستیم. ولی گاهی تانکابون دیدنش که می‌بینید. دیدن یاری فامیلا، دخترها، پسرها. بچه‌هاش پایینن. آره بچه‌ها. خب حالا اینجا هستی راحت‌تر یا پایین هستی؟ راست شد. من اصلا اینجا راحت‌ترم تا پایین. اصلا چرا رفتی پایین؟ رفتم به خاطر مستر بچه‌ها درس بخونن. یعنی اگه من اینجا مدرسه بود بچه‌ها پایین نمی‌رفتن. بچه‌ها تا اینجا تا کلاس 4 5 بیشتر درس میدن نداد. میریم با پایین. شما الان اینجا هستید خونه قدیمی رو داری دیگه؟ آره. همون خونه که 16 سال شما توش بودی. الان میری اونجا؟ آره میریم. جدیدی داریم الان اینجا زندگی نمی‌کنیم تابستونا. کابل رفتید شهری شدید الان جدیدی نه همه برای ما اصلا فرقی نداره. نه حالا نگاه کن منو سلطنت خانم حالا یه قیافه تنقابل هم همینجا گاو و گوسفند داریم. اینجا هم همینجا گاو و گوسفند داریم فرقی نداره. جایید خندید یعنی چی؟ یعنی الان پوز میدید دیگه من از شهر میام شهری ام. اصلا من اینجا زادگاه من بیشتر دوست دارم واقعا. آره کاملا. به شما همیشه در این چند سالی که با هم بودی همیشه شما خمیر میگرفتی این نون میگفت؟ آره همش نون. نه نون شما میزدی اون خمیر میگرفت. آره اون خمیر. استاد شما بودی. الان استاد من خمیر میگیرم. پس چرا جات عوض شد؟ من بازنشسته شدم. ناراحتی قلب. به. آب و هوای ایلاقی و منحصر به فرد، معماری متفاوت با خونه‌های سنگچین و سقف تخت،
مراتع زیبا، باغ‌های لوبیا و سیب با مزه‌های خاص، حمام تاریخی و آبشارهایی با ارتفاع 100 متر بخشی از جاذبه‌های گردشگری این روستا به شمار میره. خسته نباشی. آبشار مران یکی از زیباترین آبشارهای تونکابونه. این آبشار در کوههای تخت سلیمان قرار داره و از ارتفاع 62 متری به سمت پایین سرازیر میشه. آبشار مران تونکابون مسیری زیبا، رویایی و هیجان انگیز داره و برای یک طبیعتگردی جذاب پیشنهاد میشه. مزاحم خلوتت که نیستم. علیکم. نه خیلی خوشحال شدیم. حالت چطوره؟ خوبی شما؟ سلامتی؟ ممنون، متشکرم. سلامت باشید. غرق در تفکر بودی چرا؟ حالا از این روستا قدیمیش یادم میاد تا جدیدش خیلی زمین تا آسمان فرق کرد این چند سال، 4-5 سال. یعنی از اینجا قبلا نگاه می‌کردی؟ این خونه‌ها رو هم بوده، مثل ماسولی علاش تشریف بردیم اینجا دیگه. بله. رو هم مثلا اون خونه پایینی آره میشد حیات پشتی همینجوری طبقه میرفت تا آخر. چقدر زیبا بود. یه تیکه الان اینجا هستی. آره مشخصه. آره. کلا این قسمت همه همینجوری دست بود. الان چند سال این شکلی اومده؟ آهن 4-5 سال خیلی چیز شد. یعنی خوشنشینا حمله کردن. بعدن میراث فرهنگی اینا هم حمایت نکردن. ما یعنی برای نگهداریش کمک کنید، مثلا کوچه ها رو درست کنن یا سنگ بزنن، یه کاری کنن که مردم از این حالات بافت قدیمی خارج نشن. لاغر منظورت اینه که اگه میراث کمک میکرد این بافت قدیمی حفظ میشد. آره حفظ میشد. خیلی یعنی واقعا خراب شد اینجا. یه روستای ما خراب شد. در کل داشتی حسرت اونو میخوردی. آره آفرین. آره یک آن چیزی که شما تعریف کردی دارم میبینم اگر این آهن‌ها و ساختمان‌های جدید نبود چه شکل و شمایل زیبایی داشت. خیلی زیبا بود. حرفی زدی که منو هم در فکر فرو بردی، منو هم در غمت شریک کردی. بعد اینجا بیشتر به خاطر این مدرسه اینا نداشتن کوچ کردن اینجا رفتن. بعد به خاطر مدرسه بود. عزیز با مه زیبا و شیرین تر است، با هم نشینی تو دلارا و شیرین تر است. دیوانه نیستم که شدم عاشق رخت، زیرا لبت قند و حلوا و شیرین تر است. سلام. درود بر شما مصطفی. حالت چطوره؟ قربان شما. من یه بار اومدم دیدم نیستی، کلاه گذاشتم در دستگیره خونه‌ات که بدونی یکی اومد. آخرین بخش سفرم در مران دیدار با شاعر عاشق پیشه مرانی مصطفی منصورکیاییه که سواد قرآنی داره و در شعرهاش از یوسف زمان و زلیخا سروده. جمع کردی؟ عالیه. بفرمایید رو بریم توی منزل. نه همینجا راحت. همینجا راحت. مثل قدیم شعر میگی یا نه؟ شعر میگم کم زیادی میگم. آخرین شعرت چی بود گفتی؟ آخرین شعر 2 بیتی ها گفتم. خب یک شو بگو. خود ندانم که چه هستم و چه ها میبینم، پرتو نور تو در عرض و سما میبینم. برهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت، همه از قدرت اسرار خدا میبینم. یا رب دلم به غیر تو جایی نمی رود، غیر از پناه تو به پناهی نمی رود. بس مکر و حیله ها ز بشر دیده ام فزون، از گفتگوی خلق به راهی نمی رود. در مکتب ما غیر خدا چیز دیگر نیست، از حیله و تدبیر و ریا هیچ خبر نیست.
یک تای پرستیز ازل پیشه ما بود. بالاتر از این مقصد و مقصود بشر چیست؟ به به. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. عجب مکتبی داری تو که از ریا و نیرنگ و تزویر دوره. درسته؟ بله. ببین آقا مصطفی چند کلاس درس خوندی تو؟ من مدرسه نرفتم، فقط پیش پدرم قرآن خوندم. سواد قرآنی داری؟ سواد قرآنی داری. عالیه. قرآن خوندم. ولی مدرسه نرفتی؟ نرفتی. و نوشتن هم بلدی؟ بله خوندن نوشتن بلدم دیگه. عالیه. یاد گرفتم. بعد چطور شد این شعر گفتن رو شروع کردی؟ از چه سنی؟ اولین شعر را که من شروع کردم در فصل بهار بود. چه سنی داشتی؟ در حدود 40 سال. پس جوون نبودی؟ نه. ولی شعری که اول سرودم دیگه به اون قافیه و وزن اینا زیاد اهمیت نمیدادی. هر چی حس بود میگفتی. آره. کم کم یاد گرفتم. خب اولین شعرت یادت گفتی؟ آره چی گویم از بهار و از صفایش که جز خالق نداند کس بهایش. بعدن یه منطقه ای ما داریم به نام ولنج و فخرلایه، 2 بیتم در همین در اون شعری که بهار سرودم اونم اون طور نوشتم. بهشتی در مه اردی بهشت است، خصوصا در ولنج و فخرلایش، و هر بادی فروزد روح انسان، 200 احسن بر آن آب و هوایش. هزاران لاله های خوردنی هست، بهشتین میوه‌ای از قاشهایش. خوشا اون قلب صاف و صبح صادق که با محبوب گوید رازهایش. البته این اولین شعرم این بود. بله. این اولین شعرت بود. موقعی که جوان بودی پس شعر نگفتی؟ از 40 سالگی؟ نه جوان بودم شعر نگفتی. بعد از 40 سالگی عشق و عاشقی هم شعر گفتی؟ بله. مثلا یه نمونه به تو بگی. مثلا در سن جوانی عاشق یکی بودم. خب بعدن بهت ندادن. اون با ما جور در نمیاد. ما یه خانواده فقیری بودیم، اون یه خانواده ثروتمندی بود. این بود که زمانی که شعرگویی رو نه اونم شما رو میخواست؟ نه نمیخواست. تو میخواست؟ خودت؟ من میخواستم. خب زمانی که شعرگویی شروع کردم اون شوهر کرده بود، بچه داشت. ولی من به خاطریش با شعر نوشتم. اینقدر علاقه داشتی؟ آخه عشق یک سر مایه دردسره. بله. خب این دردسر تو که خوب بود، شاعرت کرد دیگه. بله. شما روستاتون در ارتفاعات 3000 مگه نیست؟ چرا هست؟ خب باید 3000 بیت شعر بگی دیگه. خب بله گفتم. 3000 تا گفتی؟ 3000 بیت شعر، حالش بیشتر و کمتر دیگه نشمردم فعلا. هنوز وقت نکردی بشماری. من میتونم ببینم آقا مصطفی؟ دست شما در نکن. رفیق ما به مجموعه اشعار مصطفی منصورکیایی، شاعر گمنام در روستای مران. بله. هر شاعری مثلا یه شاعر در مورد طبیعت میگه، یه شاعر در مورد عشق میگه، یه شاعر در مورد مسائل سیاسی روز میگه، یکی در مورد گرسنگی میگه، یکی در مورد سیری میگه. خب شعرهای شما بیشتر در چه رابطه‌ایه؟ بیشتر غزل و قصیده است. با شعرهای عاشقانه. میدونم عاشقانه. خب یکی از این عاشقانه‌هاتو بخون. دفتری بود. از رو باید بخونی ها؟ بله. چرا حفظ نیستی؟ شعر خودت حفظ نیستی؟ حفظ دیگه مغزم اجازه نمیده 77 سال. سن 20 ساله. شعرهایی که در فصل جوانی سرودم حفظم. آدم عاشق هیچ وقت پیر نمیشه. وقتی که نه جواب منو بده. درست میگم یا نه؟ بله. بفرم. حالا شعرهایی که در الان میسرایم دیگه مغز اصلا ذخیره نمیکنم. پدر عشق بسوز. خب بریم. حالا یه غزل بخونم با شما. به نام خدا. نام شعر ماه 14. شهری به عشق روی تو رعنا سروده ام، آیا نگاه کن که زیبا سروده ام. چند بیت غزل به خاطر حسن و جمال تو، با آب تاب و معنی و معنا سروده ام. 1% از صفای رخ همچون ماه را، با این دل شکسته و شیدا سروده ام.
از اون دو چشم دلکش چون نرگس بهار، از اون قد چه سرو و دلارا سروده از اون نگاه دیده غارتگر درون، از اون لب چه قند و چه حلوا سروده اون ابروی کمان که نشون میزند به دل، چون صید زخم دیده به صحرا سروده از خنده های اون لب شیرین ترش شکر، از فتنه های غارت دلها سروده افتاده به شک مگر از ذات آدمی، از حوری بهشتی و حوا سروده با هر نگاه دیدنت ای ماه چارده، از قدرت خدای توانا سروده عکس جمال تو به دلم نقش برگرفت، هرچند که شهر خویش به تنها سروده هر صحبتی که زن لب یاقوت سردهی، در دفتر خیال همه یک جا سروده در آرزوی بوسه روی چه ماه تو، با اشک و آه و ناله و غوغا سروده تا چهره چه ماه تو دیدم برو برو، دقت نظر نمودم و گویا سروده مبهوت موت ماندم و از صنع کردگار، از آیه ان یکاد فتحنا سروده اون زلف مشکبوی که برد دل ز عاشقان، از یوسف زمان زلیخا سروده هرچند که شهر کوته من لایقت نبود، با دیده ای به وسعت دریا سروده چون مصطفی ز دیدن رویت شگفت کن، باشد زمان من شب رو در منطقه نمونه گردشگری چالدره گذراندم. مکانی بسیار زیبا و آرام بخش در قلب جنگل‌های تونکابل. در میون درختان انبوه جنگل کلبه‌های جنگلی رو می‌بینید که به شیوه سنتی ساخته شدن و حال و هوای متفاوتی به جنگل دادن. بدون شک پارک جنگلی چالدره یکی از دیدنی ترین جاذبه های تونکابونه. صبح بخیر. اگه طبیعت گردید بهتر صبح زود رو برای رفتن به جنگل انتخاب کنید، چون هم زمانی بیشتری برای راه رفتن دارید، هم میتونید از طبیعت جنگل بیشتر بهره ببرید. این پارک جزء جنگل‌های جلگه‌ای محسوب میشه و هوای خنک، مرطوب و بسیار دلپذیر داره. حجم انبوه درختان توسکا، افرا و بوته‌های سرخس سایه‌ای خوشایند و خنک به این پهنه بخشیدن. صبح سایا ردهی خوشحال درود 2000 و 3000 که در پیرامون این ناحیه در جریانند باعث شده که این منطقه سرسبزی خاصی داشته باشه. روی این رودها پل‌هایی ساخته شده که میتونید روی اون برید و از مناظر اطرافش لذت ببرید، یا اینکه میتونید دوربینتون رو آماده کنید و از مناظر اطراف عکسای یادگاری بگیرید. تا چشم کار میکنه سبزی جنگل هست و صدای پرندگان و دوری از هیاهوی شهر. چالدره، این جنگل در دره عمیق و سرسبز شکل گرفته، به همین خاطر گفته میشه چالدره. در اینجا چشماندازهای جنگل، شالیزار، باغهای مرکبات، سنگهای پوشیده از خزه دست در دست هم دنیای دلانگیزی رو خلق کردن که جون میده برای استراحت
و تفریح. سکوت و آرامش بی حد و حصر این پارک جنگلی به گونه‌ایه که میتونه شما رو در یک خلسه رویایی و خیال انگیز غرق کنه. گویی در این محیط زمان متوقف شده. ای جانم مرال، گوزن قرمز جنگل های ایرکانی که اونو گوزن نجیبم صدا میزنه. حیف واقعا زیبایی جنگل های ایرکانی رو ما به خاطر هوسمون از این مجموعه حذف کنیم. قبلا خیلی فراوون بودن که متاسفانه به خاطر شکار بی‌رویه در حال انقراضه. گوزن قرمز ایرکانی یک جانور اجتماعیه و عمدتاً شبگرده. هنگام شب مناطق باز و بدون درخت رو برای چریدن انتخاب میکنه و صبحها به مناطق انبوه جنگلی برمیگرده. گیاهخواره و نشخوار کننده است. حس بویایی و شنوایی به نسبت قوی داره و به خوبی هم شنا میکنه. به صورت اجتماعی زندگی میکنه و نرهای بالغ گروه‌های جداگانه‌ای برای خودشون تشکیل میدن و تنها در فصل زادآوری با ماده ها هستند. درود، صبح بخیر. صبحونه حاضره؟ صبحونه پادشاهی هم داماد اینقدر رعی از صبحانه‌شو خورده. نوشی جان. امکانات دیگه‌ای مثل رستوران و کافه هم در جنگل هست تا گردشگران بتونن یک طبیعتگردی به یاد موندنی رو تجربه کنن. به به. شمالیا سفره صبحونه‌شون بسیار متنوع، از فرآورده‌های لبنی گرفته تا محصولات کشاورزی و وامی. ماشاءالله کره و سرشیر و گردو و شیر و تخم مرغ محلی، انواع مرباجات بهار نارنج، مربای به. واقعا حسن آقای جعفری درست گفت به من، یه سفره شاهانه. بفرمایید. بعد صبحونه شاهانه به ماهیگیری مشغول میشیم. آقا میگه این همه این دستاتو بالا و پایین نکن، لب بچه ماهی رو با قلاب خونین نکن. ماهیگیر ماهیگیر، عشق این بچه ماهی توی دریا ناپیدا، فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست. بذار تا بچگی رو بذار اون پشت سر، بتونه عاشق بشه وقتی که شد بزرگتر. ماهیگیر. در رودخونه انواع ماهی‌های سردابی از جمله قزلالا و آزاد که مهاجر هستن رو میتونید صید کنید، ولی خب باید این کاره باشید. اومد یه چیزی افتاد تو. نه به این تکون می‌خوره اینا. نه و کوچه. کلا مرسی. مرسی.